سوال را از خود بکن، شب اول قبر چی میگذرد؟ میدانی؟ هیچ وقت فکر کردی که همین لحظه اگر جنازه موتو برده شد به سمت قبرستان چقدر تنها هستیم، چقدر دست خالی هستیم، چقدر با حسرت‌ها میخوریم، چقدر افسوس‌ها میخوریم که وقتی برده شویم ما به سمت قبرستان داخل قبر میگذارند، همه برمیگردند. نه مولوی صاحب است، نه آجی صاحب است، نه زنت است، نه بچه‌ایت است، نه دخترت است، نه خواهرت است، نه عمه‌ایت است، نه خاله‌ایت است، تک و تنها داخل قبر. اون اعمالی که داخل گوشی خود داشتی و همراهت است، او چیزی که با گوشی داشتی و همراهت است، او در تاریکی شب دور از چشم مردم انجام میدادی همراهت است، اون نماز و گریه‌ای که به خاطر الله کرده همراهت است. دیگه هیچ همراه تو نیست، هیچ، تنهایت میگذارن، تک و تنها. شب اول قبر چی میگذرد؟ شب اول قبر چگونه بود؟ من میخواستم این سوال رو کنم، من پرسیدم از پیشش که شب اول قبر چی گذشت، اما این فرصت به من میسر نشد که جواب بگوید چی گذشت. پس عزیز دل من، بیاییم که خوش اخلاق شویم، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم، بیاییم که معنای واقعی و فلسفه نماز را بدانیم که خوش اخلاقی است. بیاییم کینه ها را بریزیم بیرون، بیاییم عداوت ها را بریزیم بیرون، به خاطر که فردا اون دوستی که به همراهش کینه داری شاید دیگر نباشه، اون پدری که به همراهش مشکل داری شاید دیگر نباشه. آرزو بکنی که یک بار عکسش را ببینی، شاید دیگر نبینی. اون همسری که مشکل داری نمیخوایش، دعا میکنی نابود شوی، شاید بعد از اینکه چشمش پوت شود، آوازش خاموش شود، آرزو بکنی که یک بار دیگر کاش که آوازش بلند بکنه. بیایم اینها را بریزیم بیرون، این مشکلاتی که با همسایه دکان خود داری بریز بیرون. برو همین که زنده هست قدرش را بدان. هر کسی که زنده است قدرش را بدان، با دندان خود محکمش بگیر. اون کسی که تو را به سمت الله میبره، اذا عرفت فلزم، وقتی کسی تو را به سمت الله میبره از دیگر دوستان به اون احترام بیشتر بکن، وقت زیادتر به اون بده، اوقات اون را زیادتر داشته باش، از اون پرسان بکن. چرا؟ او روز قیامت به دردت میخوره، روزی که هیچ کس به دردت نمیخوره. اینی رفیق خوبت که به خاطر خدا با تو رفاقت کرده به دردت میخوره. حالا دو زانو بشه که انشاءالله دعا میکنیم. همینجا در دعا هم از خدا بخواهیم از صمیم قلب که خدایا به ما اخلاق نیکو نصیب بگردان. و دوم خواسته که من از شما دارم در حق من بنده حقیر و گناهگار یک دعا بکنیم که خدایا این بدبخت را توفیق بده، خدا این را بیشتر و بیشتر بنده محبوب خود بگردان که من از دست گناه ها خیلی رنج میکشم. کل ما این مشکل را داریم. انشاءالله دعا یک برادر در حق برادر مستجاب است. این در حق ما دعا کنین، هم اینجا دعا کنین، هم در دلهای شب که بیدار شدین دعا بکنین که خدای ناخواسته نشود با این همه زحمات و تکالیف و رنج ها روز قیامت هم دست ما را گرفته به سمت جهنم بکشانه. ما از روز میترسیم، از شب اول قبر من خیلی میترسم. گاهی وقت در خلوت میروم، چیزی که مرا بسیار میلرزانه شب اول قبر چی میشود. این شب اول قبر کل ما را الله خودش به ذمه بگیرد، با حب و محبت و انس و مودتی که الله به بنده های خودش داره، شب اول قبر ما را شب عروسی ما قرار بدهد. الله شاهد است. کی شاهد است؟ الله. امشب 1 ساعت و 2 ساعت در خواب با حیات الدین صاحبی بودم. در جای در سفر هستیم، موهایش خیلی کم کرده، در کنارش نشسته هستم. یک سوال از پیشش میکردم، این سوال از شما هم میکنم. گفتم شب اول قبر چی گذشت؟ شب اول قبر چی گذشت؟ نمیدانم که در کجا در سفر هستیم، فقط در کنارش نشستیم، از پیش میخوایم پرسان بکنیم که شب اول قبر چی گذشت. من گفتم که شب اول قبر چی گذشت، تا هنوز به من بیان نکرد، به طرف من نگاه کرد، میخواست که جواب این سوال را بگوید. من از خواب بیدار شدم. این سوال را از خودت کردی، شب اول قبر چی میگذرد؟ پس عزیز من،
اون علمایی که شما دوست دارین پول ندارن، با پول مردم را به سمت خود جمع نکردن. پس عزیز دل، اونهایی که میخوان قلب را تسخیر بکنن با پول نمیشود، با زور نمیشود، با محبت باید قلبها را به دست بیاوریم. من خیلی خوشحال شدم وقتی بیدار شدم از خواب که با این مرد بزرگ خدا امشب شب را من تا صبح بودم. چند بار پای هم خواب کردم، خواب صاحبی صاحب را می دیدم. خدا قبرش پر نور بگرداند. پس این سوال مهم است. من این خواب را برای این سوال گفتم.